مثنوی معنوی شرح جامع از کریم زمانی. گفتار 15. ساحران موسی از استیزرا برگرفته چون عصای او عصا. ساحران دوران حضرت موسی علیه السلام از سر عناد و مجادله خود را مانند حضرت موسی پنداشتند و عصای مانند عصای موسی به دست گرفتند. اشارت است به مقابله ساحران فرعونی با معجزه موسی علیه السلام. زین عصا تا آن عصا فرق است ژرف، زین عمل تا آن عمل راه شگرف. شگرف شنوندگان عزیز در لغت به معنی بزرگ و عجیب آمده است. مولانا میگوید میان عصای ساحران فرعونی تا عصای موسی علیه السلام فرق زیاد است و کار حیله‌گرانی ساحران به معجزه موسی علیه السلام خیلی تفاوت دارد. لعنت الله این عمل را در قفا، رحمت الله این عمل را در وفا. کار ساحران لعنت خدا را به دنبال خود دارد و کار موسی رحمت الهی را. کافران اندر میری بوزین تب، آفت آمد درون سینه تب. کافران در عناد و ستیز خود طبع بوزینوش دارند، یعنی مخالفت شاهان تقلید است نه از روی تحقیق، چنان که قرآن کریم گواهی می‌دهد که آنان بر گونه آب و واجد خودمشی می‌کنند و بر آیین موروثی هستند، چرا که طبیعت نفسانی در نهاد آدمی آفت بزرگ است. هرچی مردم می‌کند بوزینه هم آن کند که از مرد بیند دم بدم. به عنوان مثال هر کاری که انسان میکند بوزینه هم لحظه به لحظه هرچی میبیند همان را تقلید میکند، چون که آدمیان بوزینه صفت هم بلا تحقیق اعمال کاملان را تقلید کنند. او گمان برده که من کردم چو او، فرق را کی داند آن استیزرو. بوزینه گمان کرده که کارش مانند کار انسان است، ولی آن حیوان لجوج و گستاخ چگونه ممکن است دریابد که میان این دو عمل فرق بزرگ است؟ این کند از امر و بحر ستیز، بر سر استیزرویان خاک ریز. انبیا و اولیا بنا به فرمان خداوند کار میکنند و حالان که مقلدان بوزینه صفت کارشان بر اساس تقلید است. پس بر سر گستاخان ستیزگر خاک بریز، یعنی دور و ترکشان کن. آن منافق با موافق در نماز، از پی استیزه آید نه نیاز. این درست است که منافق هم مانند موافق مؤمن راستین به نماز می ایستد، ولی نماز منافق از روی حق استیزی است نه از روی اخلاص و نیاز قبلی. در نماز و روزه و حج و زکات، با منافق مؤمنان در برد و مات. در نماز، روزه و حج و زکات مؤمنان با منافقان حال برد و باخت دارند. مؤمنان راستین چون خلوص دارند و نماز و روزه و حج و زکات و همه عبادت را خالصانه انجام می‌دهند، در دنیا و آخرت کامیاب و پیروزند، ولی منافقان به سبب عدم خصلت‌ها بازنده و حرام زده هستند. مؤمنان را برد باشد عاقبت، بر منافق مات اندر آخرت. سرانجام مؤمنان به رستگاری رسند، ولی منافقان در آخرت زیانکار و گرفتار شوند، چنان که در قسمتی از آیه 83 سوره قصص آمده است: نیک فرجامی از آن پرهیزگاران است. و نیز در آیه 145 سوره نساء آمده است: همانا منافقان در پسترین مرتبه دوزخند و برای ایشان یاوری نیابی. اگرچه هر دو بر سر یک بازی اند، هر دو با هم مروزی و رازی اند. رازی و مروزی در لغت شنوندگان عزیز به معنی دو چیز دور از هم و مخالف، ظاهراً به مناسبت آن که مرو در مشرق ایران و ری در مغرب آن واقع است، و یا از لحاظ تعصب اهل مرو
در تسنن و تعصب اهل رأی در دیگر. هرچند مؤمن و منافق هر دو یک عمل را پیش می گرفتند، ولی هر دو نسبت به یکدیگر بسیار دور و بیگانه‌اند. هر یک سوی مقام خود رود، هر یک بر وفق نام خود رود. وفق شنوندگان عزیز به معنای سزاوار و موافق آمده است در لغت. مولانا میگوید سرانجام هر یکی از مؤمن و منافق با جایگاه و مرتبه اصلی خود می رود و هر یکی از آن دو مطابق حقیقت نام خود را می پیماید. مقام به معنی جایگاه و محل اقامت است. اسم مکان از مصدر اقامه است، زیرا اسم مکانی ابواب مزید بر وزن اسم مفعول آنهاست. مقام نیز به همین معنی است، زیرا اسم مکان از قامه قومو است. بنابراین قرائت هر دو وجه جایز است. مؤمنش خوانند جانش خوش شود، ور منافق تیز و پرآتش شود. اگر به منافق مؤمن بگویی شادمان گردد، زیرا او دوست دارد که وی را بر خلاف باطن تیرش در صف پاکدلان به شمار آرند، و اگر او را منافق صدا زنند سخت خشمگین شود، زیرا در این صورت باطنش هویدا شود. نام او محبوب از ذاتی وی است، نام این مبغوض از آفتابی وی است. مبغوض به معنی مأخوذ از تازی به معنی ناپسند و مطرود آمده است. یعنی شرح بیت این است که محبوبیت نام مؤمن ناشی از حقیقت ذات اوست و سبب منفور شدن منافق نیز آفت بیماری روحی و نفاقی اوست. میم و واو و میم و نون تشریف نیست، لفظ مؤمن جزبه تعریف نیست. لفظ مؤمن که از 4 حرف میم و واو و مهموز و میم و نون تشکیل شده به ذات مؤمن شرافت نمی بخشد، بلکه لفظ مؤمن برای تعریف و توصیف ذاتی وضع شده که حقیقتا ایمان داشته باشد، نه آنکه لفظ را لقلقی زبان کند. گر منافق خوانیش این نام دون، همچو کژدم می خلد در اندرون. اگر منافق را بدین نام بخوانی، این نام پست و حقیر قلب او را مانند عقرب نیش می زند. گرنه این نام اشتقاق دوزخ است، پس چرا در وی مذاق دوزخ است؟ اگر نام منافق از صفت دوزخی نفاق سرچشمه نگرفته، پس چرا منافق طبع دوزخی دارد؟ بیت مذکور دیدگاه مولانا و عرفانی را نسبت به بهشت و دوزخ منعکس کرده است. آنها بهشت و دوزخ را مکان خارجی نمی دانند، بلکه آن را تجسم اخلاق و ملکات روحی شخصی می شمارند. زشتی آن نام بد از حرف نیست، تلخی آن آب بر از ظرف نیست. زشتی و قباحت نام منافق از حروف آن نیست، چون که مثلا تلخی آب دریا از ظرف کوزه که آب دریا را در آن می‌ریزند نیست، بلکه از خود دریاست. حرف ظرف آمد در او معنی چو آب، بحر معنی اینده الکتاب. حرفا میگد مولانا مانندی ظرف است و معنی در آن مانندی آب است. یعنی همان طوری که آب را در ظرف می‌ریزند، معنی را نیز در قالب حرفا می‌ریزند. و دریای معنویت در نزد خداوند است و آن دریای معنوی همان الکتاب است. الکتاب تعبیر قرآنی است که در چند آیه ذکر شده است. از آن جمله در آیه 39 سوره رعد آمده است که خداوند هر چی خواهد محو کند و هر چی خواهد اثبات کند و الکتاب نزد اوست. برای الکتاب تعریف‌های مختلف شده است. از آن جمله جرجانی در تعریفیات خود برای آن تعریف فلسفی ارائه داده و آن را معادل عقل اول دانسته است. به معنی اصل و ریشه هر چیزی است. از این رو الکتاب به معنی اصل و ریشه کتاب آفرینش است.
و این مسئله نشان می‌دهد که تحقیق عینی موجودات عالم در دو مرحله انجام می شود. یکی مرحله قطعیت که هیچ گونه دیگرگونی در آن راه ندارد، دیگر مرحله غیر قطعی و مشروط که در این مرحله دیگرگونی راه دارد و از آن به محو اثبات تعبیر شود، یا میتوان گفت که علم خداوند دارای دو وجه است. یکی علم به علل تامه هر چیز و دیگر علم به مقتضایات و علل ناقصه. وجه اول را به تعبیر الکتاب یا لوح محفوظ نشان میدهند و وجه دوم را با کلمه محو و اثبات. نیکلسون در شرح بیت مذکور میگوید اما الکتاب کتاب علم الهی و قضای سابق نیز است. این کتاب هر چیزی گذشته، حال و آینده را از ازل تا به ابد شامل است. معنی اصلی نام‌های چون مؤمن و منافق از علم ازلی خداوند نشأت میگیرد و بر روحایی که این نام‌ها بدان تعلق دارد مقدر و اطلاق میگردد. خداوند مؤمن راستین را ظرف ساخته است از لطف و رحمت خویش و منافق را ظرف از قهر و غضب خویش. بحر تلخ و بحر شیرین در جهان، در میان چون برزخ لا یبغیان. در این جهان میان دریای تلخ و شیرین سد است نامرئی که در هم نمی آمیزند. دریای تلخ کنایه از کافران و دریای شیرین کنایه از مؤمنان است. گرچه مؤمن و کافر بر حسب ظاهر در کنار هم حشر و نشر میکنند، ولی بر حسب باطن از هم جدا هستند و آن سد و برزخی که ایشان را از یکدیگر جدا میکند حقیقت ذاتی آنان است. مصرع دوم اقتباس از آیه 19 و 20 سوره رحمان است که خداوند فرموده اوست که اندر آمیزد دو دریا را، اما میان اون دو دریا حائل است که در هم نیامیزد. مضمون بیت مذکور به آیه 53 سوره فرقان نزدیک تر است و اوست که اندر آمیزد دو دریا را، آب این دریا زلال و گوارا است و آب آن یکی تلخ و شیرگین و میان این دو دریا مانع و حائل نهاد که در هم نیامیزند. بعضی از مفسران قرآن کریم در پی آن رفتند که دو دریا مورد اشاره قرآن را پیدا کنند و در این باب تحقیقات نیز شده است. بعضی گفتند مراد از آن برزخ درجه غلظت آب شور و شیرین با و یا وزن مخصوص آنهاست که سبب می شود برای مدت این دو نوع آب در هم نیامیزند. به هر حال مولانا آن را استعاره از اختلاط ظاهری و تمایز باطنی صالحان و طالحان گرفته است. وانگه این هر دو ز یک اصل روان، برگذر زین هر دو ره تا اصل آن. این حقیقت را بدان که این دو دریای تلخ و شیرین یعنی حقیقت آدمیان صالح و طالح از یک اصل سرچشمه گرفته است. تو باید از ظاهر این دو بگذری و با اصل حقیقت آنها برسی. پس مادام که در ظاهر توقف کرده‌ای نمیتوانی حقیقت ذات اهل کفر و ایمان را باز شناسی. جمیع صوفی همین هستی را ظاهر اسما و صفات حق می‌دانند. از این رو کفر را مظهر اسم مضل و ایمان را مظهر اسم هادی می‌شمارند.